در طلوع مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر ترسونزاده با اشتراک نمایندگان کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اندازسپارندگان و استعمال کنندگان سمینار مشورت آموزشی برگزار گردید. گفته شد که هدف از برگزاری سمینار مشورت بررسی تکنولوژی‌های نوی اندازسپاری، گزارش به نظام الکترونی و به این وسیله بلند برداشتن معرفت حقوقی و مالیوی شهروندان میباشد. راههای درست و شفاف و به طور الکترونی به راه ماندن خدمت‌رسانی‌ها در ساحه انداز و اندازبندی در زمینه مبلی اندازی من جای داده شده است که همه اندازسپارندگان می توانند از آن استفاده برند. این تدبیر برای صرفه نمودن وقت، راهخرجی و کم کردن تاثیر عامل‌های انسانی هنگام حجتگذاری و اندازسپاری روانه گردیده با اندازسپارندگان امکانیت می‌دهد تا در هر وقت و جایی برای خود موافق عملیات‌های گوناگون را در ساحه انداز با این برنامه مبلی انجام دهند. اطلاع داده شد که با مقصد هوسمندگردانی استعمال کنندگان هنگام خرید مال و محصولات و در این زمینه بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان در مناسبت‌های اندازی از جانب کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام بردناک رسید را طلب نما و مکافات بگیر را راه اندازی نموده است که هر یک استعمال کننده با استفاده از برنامه مبلی اندازی من می توانند اشتراکچی این اقدام گردند. سپس بین اندازسپارندگان و متخصصان ساحه دایر به استفاده درست برنامه مبلی اندازه‌مند اینچنین مسائل گوناگون ساحه انداز مبادله افکار صورت گرفت. حالا در ناظرات انداز شهر ترسونزاده به صاحبکاران انفرادی دستگاه‌های نظارتی خزینوی نسل نو پیشنهاد کرده می‌شوند که جهت وسعت بخشیدن حساب برآورکنی‌های غیر نقدی پیش بینی شده است. مطابق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 9 اکتبر سال 2021 تحت رقم 432 درباره تطبیق استفاده بری دستگاه نظارت خزینوی همه گونه معاملات‌های پولی هنگام تحویل مال، اجرای کار و خدمت‌رسانی‌ها در قلمرو جمهوری با پول نقد، کارهای پرداختی بانکی و شکل‌های دیگری پرداخت‌های الکترونی با استفاده حتمی دستگاه نظارت خزینوی انجام داده می‌شود. بنابراین همه صاحبکاران انفرادی اندازه‌پرندگان وظیفه دارند که از دستگاه نظارتی نسل نو استفاده نموده در تامین حقوق‌های استعمال کنندگان و تطبیق معیارهای قانونگذاری ساحه انداز سهم خود را گذارند. همزمان از طرف کمیته انداز برنامه اندازی من طرحریزی کرده شده است که در آن می‌توانند همه شهروندان اندازهای اموال‌های منقول غیر مواد تمام نمود اندازهای خود را پرداخت کنند. باید گفت که در پیام به مجلس عالی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به وزارت و اداره‌های داخلدار سپارش دادند تا دایر به بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازسپاری شهروندان چاره‌های سودمند را عملی سازند. استفاده تکنولوژی‌های معاصر رقمی به شهروندان امکانیت می‌دهد تا عملیات‌های پرداخت‌های مالیوی را به طور ضروری به راه مانند، زیرا این تدبیر از هر جهت برای آنها منفعت آور خواهد بود. با نظرداشت این از جانب کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین کارهای فهماندهی من بعد نیز وسعت داده می‌شوند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار.